محله قدیمی جعفر آقا و حاج آقا پرشه. پرشه اصلا حالا فامیلیت پرشه است، حاجی شدی پرشه غیر میشه. بیا بابا جون بریم دیگه. جعفر آقا جان بچت بذارم برم مهمونسرا کف مرگمو بذارم. مایی میزنیم مهمونسرا که جای تو نیست که جای غریبه هاست. یه عمر به خدا بیامرز توی من نداشت به جیب کسی فشار بیاد. من بذارم تو بری توی بابا خدا رحمتش کنه الان داره به همه جای من فشار میاد جعفر آقا. خب بابا اینو بده به اون دسته تقسیمش کن. تقسیم کنم درست میشه. بله دیگه. خب خدا رو شکر اصلا خستگیم در رفت. بیا بابا جون فقط یه نون مانده و هندونه. سلام علیکم. نمیخورم آقا صاحب لکم. یه هندونه خوب به من بده. آقا ندارن نگاه کن هندونه نداره اصلا. نداری؟ هندونه نداره برو تو رو برو. خب من یه موز برمیدارم بزن به حسابم. من پوست بخورم بابا. حالا با کدوم دستم با پوست بخورم؟ خب داد نزن جلوی مردم بابا. بابا دیوونم کردی جعفر آقا. بابا تو محلی ما اینقدر داد نزن بخور. بچه‌ها سلام. شما برای این ویلایی؟ نه مهمونیم. چطور مگه؟ چی من داشتم میومدم من ماشینم خراب شد میخواستم ببینم میتونم با شما بیام تو؟ از خدمه ای؟ نه خیر مهمون ویژه‌ام. البته حق دارین تعجب کنین چون من خیلی اهل بزک نیستم بیشتر به زیبایی طبیعی اعتقاد دارم. بچه‌ها اذیتش نکنین سوار شو. واقعا؟ ولی شما که منو نمیشناسین شما من دعوت نباشم ها؟ ولش کنین بابا تا همینجاش هم دیرمون شده بریم. مطمئنی نمیاد؟ نه بابا دست از سرم بردارین دیگه نمیخوام بیام تو. دوست عزیز مطمئنین بدون کارت ورودی نمیتونم بیام تو؟ بله اصلا. بفرمایید مزاحم نشید. وای از دست تو. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام علیکم. مخلص جان باشید. عباس آقا جونو این جوونو میشناسی؟ خوب نگاش کن. بابا زشته جعفر آقا. نگاه تو شبروش کن. میشناسی؟
من از کجا بشناسم؟ بابا از کجا عباس بشناسم؟ آقا عباس آقا این جمال پرشه است. پسر اون خدا بیامرز حاج آقا پرشه. پسر حاج آقا پرشه جدا باور میکنی؟ بله یاد پدرت بخیر. چرا شو من این نونوایی رو از بابات دارم. خدا رحمت چی شد؟ نه هیچ پام گرفت. زندگیمو عوض کرد. خدا رحمتش کنه. چیکار کرد؟ مغازه رو برای شما خرید؟ نه اجاره کرد برای تو؟ نه آقا. چیکار کرد؟ یه روز سر کوچه وایستاده بودم داشتم به چند تا دختر مطلق میگفتم. شما؟ خب میگفت جوون بودم. بله جوونی. آقا اومد گفت به جای این کارا برو زحمت بکش. من اومدم دارم زحمت میکشم. خب بعدش چی شد؟ هیچ شما زحمت همین. الان دارم زحمت میکشم. الله چقدر تاثیرگذار بوده خدا بیامرز. چند تانو میخوای؟ من میرم ته صف وای میشم. چرا؟ من نباید حق این مردم ضایع کنم. بیا وایسا اینجا. کجا میری آقا؟ عباس آقا این جوون امروز به من تلنگری زد. من غلط بکنم همچی کاری کنم؟ شما بزرگی بابا این حرفا چیه میزنی؟ بابا شما بزرگی این محل. خدا پدرتو بیامرزه. خانوما آقایون شما راضی نیستین جعفر آقا بزرگ محلال بدون صف نون بگیره؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. خدا پدرتو رو بیامرزه. اون خدا بیامرز همیشه میرفت توی صف. هرچی هم مردم بهش اصرار میکردن که بدون صف برو نون بگیر نمیومد. یه سفتی خاص نه یه شلیایی داشت شما ندیده بودی بابا خدا بیامرز تو خونه دولا میشد عباس آقا ملچ پاچو میگیره به اینقدر نرم بود اصلا سفت نبود. آقا بردا بریم جان جعفر آقا. بذار من یه کار دیگه هم دارم ببخشید. بدون کجا گذاشتیش؟ آقا من دست نزدم به چیزی. اینا هیچ نیستش. هست اینا چیه آقا چیه این؟ خورما گرفتم برای خانم خدا بیامرزم خیرات کنم. اون خدا بیامرز الان اگر زنده الان میخوای خیرات کنی؟ بله دیگه. بابا بده من. عباس آقا اینو برای زن جعفر آقا خیرات کن. فاتحه من قرار صلوات. اللهم صل علی محمد. بگی بریم دیگه. محمد به تریبش نمیخواد پولدار باشه. رو نمیکنه. نظافتچیشو من میشناسم. از کجا؟ خیال کن خالم. خب میگه حداقل همیشه 3 میلیارد پول و سکه و طلا و دلار مدار تو گاف صندوقش داره. 200 تومن که چیزی نیست براش. واقعا؟ کاخه کجاست؟ کدوم کاخ؟ با مگه نمیگی مشوره خونش قد کاخه؟ آدرس اونو میخوام. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خانه اوقافی. اینجا کجاست جعفر آقا؟ اینجا یه خونه اوقافیه. پخت پزای مراسمامون رو اینجا انجام میدیم. اما الان چون مراسم نداریم چند روزی میتونی بمونی. بابا اون مسافر خونه بهتر بود. بابا مسافر خونه چیه؟ کجا داری میری؟ وایسا ببینم. بابا بابایی تو خدا بیامرز پرشه. میدونی اینجا چقدر زحمت کشیده؟ بابا اصلا شغل من میگم این. میگه آخه چیه بابا؟ نظرت به خدا کن. ول کن. اون بالا رو نگاه بکن. 2-3 تا اتاقم اون بالا داریم. راحت برو برای خودت زندگی کن. مراسم هم که فعلا نداریم. یعنی امنه؟ خودم؟ بله امنه. به خدا من اگر خونه خواهرم و شوهر خواهرم نبودم میبردم از خونه خودمون. نوکرتم جعفر آقا زنده باشی. بیا بریم بالا نشونت بدم. اینا رو بذار اونجا. بریم اتاق. بذار اونجا ببینم. همینجا هست دیگه اینجا بابا. بیار بذار اینجا. بذار اینجا. بعد بیا بدو نکن تخم مرغ میشکنه. بابا خب دیگه دستم جا داره. برو ببینم. بیا تخم مرغ میشکنه. بفرمایید. یا الله. بفرمایید. این هم یه اتاق خیلی بزرگ و خوب. بفرمایید. این هم عکس بانیان خدا بیامرز اینجاست. خب مرد حسابی تو موقع که عکس بابات هنوز رو دیواره احساس غربت میکنی اینجا؟ عکس آقام اینجاست؟ بله. چه شبروش هم عین خودته.
بابا مواظب باش بابا، مواظب باش. به رسم ادب اول رفتی خدمت دوستای بابات. حقا که پسر این مردی. اون مردم این، ولی بابام گفت با دوستاش هیچ فرقی من نداره. بابا جان خودت آقا جان، آقا جان خیلی خوب. بیا پایین دیگه، بیا پایین، بیا پایین من برم یه دست رخت خواب از خونه بردارم بیام. بیا پایین راحت باش. باشه من میام، شما برو. آخه بی شرف این چه شربو شبی منه. زهر میکنی الکی. دیگه دختره رو خوبی تو؟ یه دود بگیری بهتر میشی ها. چشیدی بیا تو. الو این فریال نباید زنگ بزنی؟ مهری جا من دارم سکته میکنم، بیا بیرون دیگه. من مگه اینجا رو ول کنم؟ همه کله گنده هاشون اینجا. اگه بدونی با پول مردم دارن چه کثافت کاری میکنن. دختر تا عکس بگی بیا بیرون دیگه، عروسی که نیست. وای نسی مثل این عکاسای مجالس 2000 تا عکس بگیری. فردا که تشت رسوایشون بیفته قیافشون دیدن داره. زنگ نزن. الو برو. اینجا چیکار میکنی؟ اون دوربین چه دسته؟ دوربین ندارم. بیا بریم. کی هستی؟ شما از همه مهموناتون اینجوری پذیرایی میکنین؟ اون وقت کی شما رو دعوت کرده؟ از من نمیتونین حرف بکشین. ای جون میگه از من نمیتونید حرف بکشید. شما احمقا اگه حواستون رو جمع میکردین این اتفاق نمیافتاد. پس نمیتونیم ازت حرف بکشیم. آره؟ چرا آقا من حرف میزنم مثل بلبل؟ من خبرنگارم، برای روزنامه الماس کار میکنم. بعد سردبیر اونجا یه آقایی به اسم جغتایی اون من مجبور کرد بیام اینجا عکس بگیرم. جونه واسه چی اون وقت؟ یه بهونه‌های الکی می آورد، گفت یه مجلس شبونه است برو اونجا عکس بگیر. اصلا کلا یه جوریه چش دیدن شادی آدما رو نداره. چیزی هم گرفتی یا نه؟ بله قربان، دوربین پر عکسه. نه این پر عکسه که اصلا شب بوده، از پشت پنجره بوده، هیچی معلوم نیست. خودتون ببینین. اصلا چیزی که من دیدم یه مجلس خانوادگی خداپسندانه بوده. خدا قبول کنه ازتون. نه برگردون تاریکی فلوه. خدا لعنت کنه این جغتایی. من تهدید کرد دستمزدمو قطع میکنه، حقوقمو نمیده، وگرنه اصلا پا اینجا نمیذاشت. این دست من میمونه. دوربینم بگی برو. دفعه دیگه اطراف من دیدینش میندازینش تو قفس سگا. چشم.
این یارو کی بود اسمشو؟ این یارو بدون این جوقتایی همون بدین یه گوش مالش بدن. چشم. الله اکبر. چی کار داری با من میکنی؟ صاف از زندون من آوردی اینجا؟ یه حسی بهم میگه فراموشم نکردی. اگه فراموشم نکردی آدمای درست سر رام قرار بده، هم پولدار باشن هم کمتر مقاومت کنن. منم بینی و بین الله قول شرف میدم هر چی در آوردم 30%شو بدم فقرا. ده درصدشو مردونه میدم فقرا. همون 10% رو میدم. حله. قول گرفتم ها. نوکرتم. به امید خودت. این که بیموقع خراب شده برم. آی سوختم خاک بر سرت کنم جعفر. یه دیدم و دستگاه رفتی اومدی یه همچی حالی دست ندم. شما جعفر ها چقدر زود اومدی جعفر آقا. داری اشبازی میکنی؟ چی بازی؟ چی؟ من روسیاقم دعا کن. چی میگه اسکوله؟ چی برای دیوونه بازی در بیاره؟ من میرم اینجا نمیمونم ها. خوابگاه دخترانه بلقیس. واقعا کجا؟ بلقیسون تو رو خدا خواستم. خواهش میکنم برو بیرون. خواهش میکنم جون مهری. کلا مثل اینکه قوانین پانسیونو یادت رفته. بابا دارم میلیارد پول مردم بالا میکشم باش پارتی میکنم بعد تو خانم مدار شدی برای من. اونش دیگه به من مربوط نیست. خواهش از ساعت 10 ورود به پانسیون ممنوعه. برو بیرون. فردا 7 صبح اینجا. 7 صبح من میخوام برم سر کار تازه بیام پانسیون. اونش دیگه به من مربوط نیست. آرامش عزیزای دل من برام مهمه. بلقیس جون اذیتم نکن خستم خواهش میکنم جون برو بیرون. سر نیم ساعت من برم تو خیابون بخوابم. بلقیس جون بابا اونجا بیرونم که چرا همتون منو بیرون میکنی؟ 7:30 صبح. بله چیز جعفر قبرم چیزی نیست بابا. جان من اومدم اینجا که با هم نماز بخونیم. همین نماز خوندم من جعفر ها. بابا روز که از اون ندادن که
اونی که خوندی نماز شب بودی که من توفیقشو نداشتم. قربونت برم الهی. خلاصه خوندم دیگه. نه دیگه جا. ببین من بعد از مدت ها اومدم اینجا از اون بگم. همین امشب که من اومدم. آره بلند شد. ببین تو من برمیگردم وضو بگیر و بیا. باشه برو. عجله نکن، من وضو طول میکشه. برو. حالا من اومدم شده مؤذن زاده. برو دنبال کارت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله دفعه بعد خبرنگار تو میفرستی خونه مردم فضولی یاد این مشته بیا. راستی دیشب مسافرخونه نموندی؟ رفتم، منو بردی این ور. دیدم مجانیه، کسی هم شک نمیکنه، همونجا موندم دیگه. بالاخره جمال پرشه بعد زوایا رو ببینه، همه چیو بسنجه بعد اقدام کنه. چرا بهت میگم پرشه خیلی باحاله، خوشم میاد. اصلا حال ببین من بچگی دوست نداشتم سر زبون میافتم، الانم همونجوری مونده روم. ولش نمیخواد نه حالا اصرار میکنی آقا اصرار داری میکنی دیگه. پرشه تو ماشینا به قدرت و سرعت معروفه، ما هم تو کار خودمون به قدرت و سرعت معروف بودیم و هستیم. برای ما سطحی یکیم تو کار خودمون. خیلی ببخشید همه فکر میکنن تو کار خودشون خیلی خفنن، یعنی سطحی یک. نه عزیز من، ما قبل اینکه بریم زندون که فقط یکی دو نفر بودیم سطحی بودیم. من بودم، وحید بود. بعد که رفتیم زندون اسم نیار. بعد که رفتیم زندون برگشتیم دیدیم همه سطح یک شدن، همه عنواندار شدن. خوبه که اینجا بابا بشین. بی خیال بابا تو رو قرآن. ببین من واسه بیرون آوردن معلومه چه نقشه توپ دارم. خب فقط واسه اشیاء بلده کار زورگیر سطح یک میخوام که تو هم بلده کاری. دوتایی کار کنی، من و تو. سطح یک بودن شروط خودش داره آبجی. اولیش اینه که ناموس رفیق، ناموس خودت تو خطر نیفته. این کار پر ریسک مگه الکیه؟ شما همون گلریزی گلارایی برس. ما استخون خورد کردیم، مهارت بده کردیم، مگه همینجور کشک بوده؟ نه دیگه نه. شما یه سال حبس بودی، خبر از بیرون نداری. روشا جدید شده، روشت قدیمیه، مال من مدرنه. مدرن این کار فقط مهارت و تجربه میخواد، مدرن پودر نمیخواد. الان میخندی؟ یعنی شک داری به حرف من؟ نه میخوام ببینم شک داری. آخه آدمو مجبور میکنی کاری که نمیخوام بکنم و الان میخوای این ژیگولو رو برات خفتش کنم. پسر لاغره؟ استاد نظام بابا زشته بابا. میخوام ببینی اینا برای من دستگرمی ولی بفهمی گل چجوری شکار میکنه. خیلی خب برو من کیشیک میدم. برو. کیشیک؟ تا به چرخی زدم کیشیک نمیخوام. ببخشید آقا گرگه. دست خالی هم میرم بفرما. یه سطح یک برای هر کسی چاقو نمیکشه. بچه جون تو رو دارم صدا میکنم، بیا اینجا بینم. خوشگله خوب گوش بده ببین چی میگم. من نترس، من فقط میخوام پولاتو بگیرم. گرفتی چی شد؟ پولا رو بده به من دست رو بلند نکنم، بعدم این مسیری که داری میری ادامه بده. ازگل تو وحشی بود اصافت مراعاتشو کرد. چه خیلی بود
میخندی؟ نفهمیدی من مراعاتشو کردم؟ باید به چی میخندی الان؟ ها؟ اینقدر سریع عکس العمل نشون دادی نفهمیدم چی شد. من خودم سلطان عکس العملم، اون ریگو میخواد من عکس العمل نشون بده. من مراعاتشو کردم، خرج بیمارستان رفته، جوون بود بدبخت. ببین کارتم بود که دوتا میکشتن تو صورتش. کارت نه اگه کارتت بود که چشو چالت به چی میخندی؟ حاجی از یه بچه سوسول خوردی. نگی اینو جایی نگی. تو رو حضرت عباس اینو نگی. بابا هر کی بود میدید من مراعات کردم. میگی باشه. ورزشکار بود، جیمناستیک کار میکرد. بزنمش بچه را حالا بره معتاد بشه تا ابد. من بعد عذاب وجدان بگیرم. آقا شما ساعت 1 میخوام الان برم سراغش. بگم نه میخوای صداش کنم؟ هاپ صداش کنم؟ بگم نقشمو؟ اما نقشه چی بگی؟ با صلات زوره چی داشت نکنیم. این نقشه کارتمو خورد. بیشو 3 مرتبه رمز و اشتباه زدم خوردش. یعنی نمیتونی پول بگیری الان؟ نه دیگه. حلاف کردیم ما رو. بیا برو ببینی چی داری میگی بابو گلابی تو؟ بیا برو بابا شفتالو. بیا ننه شما برو بزرگتری. برو ننه فقط سریع انجام بده کن. جوان بله. میتونی از دستگاه برام پول بگیری؟ افتادیم تو کار خیر. کار تو بده. اگه کارت داشتم که خودم میگرفتم. میخوام پول بگیری بدی به من. میخوای ترکه کنی منو؟ ببین خوشگله من خودم خفتگیرم. بفرما. بله الان داری منو میبری مثلا. بیا شلم الان. بیا وایسا. بیا اینجا. این شیر آبه. بگی ایمان بگی سوختم. آخه مگه میشه اسره فلفل تو کی به پیرزن؟ بابا ما اگه داریم وسیله کارمونه خدا شاهده. بعدم لگد خوردی. ها پا چجوری اومد تا اونجا؟ پای پیرزن چجوری میاد تا اینجا؟ خدایا هیچی سر جاش نیست تو این مملکت. بیا آمم قد شد. میگین که تو پیش میری هرچی در میاریم باید خرج دوا درمونت کنیم. زیر تو زود کتک میخوری. نگو اینو به دیگه نگو. اینو نگو به هر کسی میشنوه. بابا ساعتیه که به خدا افتاده برامو. بیا بشین. نمیگی به من؟ نمیگی به من؟ بیا راست بخش خوبی؟ خیلی عالیه. خیلی خوبه. خودت خواستی ثابت کنی ساعت 1 به من چه؟ ما نیاز ثابت کردن نداریم خانم. خدا شاهده ما ساعت 1 بودنمون ثابت شده. سخر روزم نیست. آب قطع میشه پیرزن استری داره میخورم زمین. آقای ساعت 1 هر وقت روزت بود خبرم کن بیا. بشی حالا داریم هم حرف میزنی. کجا میری؟ کجا داری میری الان؟ ببین میخوای بیای بریم خونه ما این نفس چاق کنی؟ خونه شما بریم نفس چاق کنیم؟ دیوانه من اینجا داریم نفس چاق کنیم. میگم یه آبی بخوری استراحت کنی یه ذره رو بیای. یعنی یه مدت بمونیم؟ میای بریم یا نه؟ چشام خوب شد. یعنی یه لحظه واسه دوتایی با هم؟ آره دیگه با هم. بذار من یه مرور بکنم. یعنی من و شما با هم اینجا دوتایی بلند میشیم میریم خونه شما. درسته؟ آره. خب چرا نشستیم؟ بریم بابا هم ببینیم دیگه. بابات خونه است؟ آره دیگه. باشه بابا. چی؟ نه میگم یعنی الان بریم اونجا پیرمرد منو ببینه یاد منو چی بیفته. حالا ما تنها بودیم اومدم. من رفتم. چشام خانه فریدون. شما عرض کنم این منوچ تابش رو دیگه نداره بخواد اون تو بمونه. تا پولم نده که در نمیاد. به مژگان خانم عرض کردم این یارو نمایشگاهی نزول خورم که تا پولشو نگیره رضایت بده نیست. من ناراحتتون میکنم ببخشید ولی مجبورم دیگه. قصه منوچم دارین میخواد. آقا این بچه آرامش نداشت. ها میدید پای من زغزغ میکنه. فوری میومد میمالی. آقا حالا نمال کی بمان. بله خب منم مثل منوچ پسر شما فرقی نمیکنه. رخصت بدیم من خودم میمالم براتون. صاحب اختیاری پسر شما بفرما. آقا جون الان میگی چیکار کنیم ها؟ چی کار میخوای بکنی عزیز من؟ این برای سر ما بردی که نگو نپرس. الله اکبر. من موندم شما اینقدر احساسی هستین چرا یه سر ملاقات این بچه نیومدی؟ حالا اینم هم گند زده درست. گرفتاری آقا. زنم میگرفتونی. یه بارم راه افتادم برم اونجا صبح بر وقت بود دیدم نونوای خلوت رفته این دوتا نون بربر گرفتیم آورده خونه. یه 2 تا تخم مرغ. شما چه پنون نمرو کردیم شروع کردیم بخوردن. هیچ دیگه دیدیم چی شد؟ برنامه عوض شد. کلن هم عوض شد. حق داشتی.
خدایی من سر فروختن موتور روم نمیشه تو چشای داداش منوش نگاه کنم، نرفتم دیدنش. شما چرا نرفتی؟ چرا کمکاری کردی آقا؟ آقا حالا ول کنی. نه من کمکاری کردم، راست میگه این دختر، کمکاری. ولی پویا بود بچه، حرکت میکرد، بله، نمی ایستاد اصلا سر جا، بله، پر انرژی بود. خدا آقا از انگشتای من شروع میکرد به جون تو، ریز ریز میومد جلو، میرسید به مچ پا، مگه میمون رو مچ پا؟ میومد تو ساق، حرکت میکردم جون، میومد بالا یه جانمون که بله دنبال موفقیت و پیشرفت. من خودم پویام آیستا نیستم، مچو بگیرم میرم ساقو بگیرم میرم زارو، تو هر جا شما اجازه بدید. نه بابا نه بس آقا من نمیخواد بیای بالاتر. آقا ما دو تا توصیه به این بابا کردیم. یک، بله اولا خلاف نکن. بله. دو، اگه خلاف کردی نذار من بفهمم، ولی این گوش نکردی. به جونت کمر منو چی کن. آقا جون الان آقا جهان میگه داداش منوش دیگه تن حبس نداره، یه بلایی سر خودش میاره، فکری کاری چاره نداری. شما نمیتونی کاری بکنی برای بچه. منو چر خونه آخونه منو چر زمینه منو چر آمره منو چر رگه منه. آقا تو بلدی رگو بگیری؟ چی؟ منو چه رگو میگرفت که نگو. الله اکبر. به جون تو آقا وقتی این رگ من خوشگیره. رگ که آقا من الان که وایدی من با اجازت برم روغن بادام تلخ بالا بیارم. بله. با اجازت یه فول ماساژ منو بدی. رگ چیزی نیست که هر کسی با من رگ آخه بلد نیستم، ولی خدایی من خرد شدن یه پدر رو دارم میبینم. بابا این به کتفش هم منوش بمیرم یه این خیالش نیست. این اسمش چی بود آقا جونه؟ فریدون، تو محل بهش میگن فریدایورز. خدایی بهش میاد. بابا تو مال کجا برداشتی بودیم؟ فقط به فکر ماساژ پول از این در نمیاد. نقطه ضعفش ماساژ منوش، هر وقت هر چیزی میخواست ماساژش میداد. خب الان تو داد برو ماساژش بده، زیر زبونش بکش ببین واسه آیندهش چیزی نذاشه که نه بگیری. من این آینده‌ای نداره بابا، پیرمرد. برای آینده چیزی گذاشته باشه کنار دلتون خوش این داره کشش میده، فقط من ماساژش بدم. بابا از این پول در نمیاد. باشه خودمون رو مسخره نکنیم بی خودی. منش مون تو حبس. مونده تو حبس دیگه. شما گریه نکن مجنان خانم، یه لحظه من نگاه کنیم. من یه پولی گذاشتم دست کسی برای روز مبادا، میریم خبر مرگمون رو میگیریم، میدیم فعلا منو چه آزاد میکنیم، بعد بیاد بیرون بره کار کنه، بقیه‌اشو بده ببینیم چه خاکی بعد تو سرمون بریزیم. ولی این پول بدنی. بله خیلی مردی بابا. من برم آقا تو ماساژ بدم. خیلی مردی آقا جان. روغن آوردم بیا دیگه. چی شد؟ خیلی مردی. محل اقامت شهروز. همینه او. بله داشت شهروز در رو واکن. جمالم قربون صدات برم، رفیقت، الگوت، شریک قدیمیت، نوکرت هم داشت شهروز. جمال اون شراکت ما تموم شده دیگه، هم مزاحم نشو، من توی من آبرو دارم. شهروز در رو واکن. ها تنهایی سا مسخره بازی در نیا. ازگر میگم در رو واکن. 30 تومن بهت دادم چه حفظانم پولو بردا بیا. زر میکنی. حرف اون 30 میلیون رو نزن، با هم صافی. بابا این که نیست که میگم واکن در رو بابا. بابا از چه خوشگل بیان این بابا. ای من هیچی نمیگم. ببین خودت باعث شد. واکن در رو. ببین واکن شهروز در رو. من واسه دعوا نمیدونم، خودت میتونی پول جمال کسی نمیتونه بخوره. میگم واکن آقا. بابا خوب است چند روز جمال بودی چی کار میکردی؟ درو واکن، عوضی نتت کاری ندارم. ببین واکن اگه نمیشکونم درو. شهروز 3 2 1 ولی بود. حالا فرقی نمیکنه، من که میشکوندم بالاخره. ببین شهرو از چه خوشگل. ببین شهرو تو میدونی جمال رو نباید دیوونه کنی. جمال تازه از حبس اومده، دیوونه خدایی هست. ببین پول منو بده، مادر زایده نشده 30 میلیون از جمال بخوره. فهمیدی خوشگله گوگولی. بعدم ما تو آرشگاه مردونه زشته برای تو. پول تو میخواد؟ پول هم میخواد. اینا اینجاست.
ببین فکر کردی من اینا میترسم؟ آره میترسم. کی پول خواسته الان از شما؟ گفتم که پولت مالیده است بابت خسارتایی که بهم زدی. حالا سر و صدا دیگه نشنوم. سر و صدا گو بخورم. سر و صدا کردم بیرون داد میزدم خود در بسته بود. فکر کردم بعد داد بزنم شما صدا بشه من غلط بکنم. در روز من نوکر شما کوچیک شما. چه خوب شد یه پولی بین من و شما هست. من مدیون شما نمیشم. این درارم که شکونم به آشیا. ای بتونه چسته چوب داری بدی خودم درستش کنم. بتونه بدین آقا. اینم هدیه آوردم برای داداشی. تیزه. خدا بینید. خدا بینید. برو بام شایی برا نبینم تا. ببین از این بعد برنامه همین هر کی گنده گوزی کنه با جماعت فهمیدی؟ چاقو رو برای چی میبری تو خود؟ اصلا وقت شد نیازی نبود. نیومدن تو واقعا دل دیدن کتک خوردن تو نداشت. کتک خوردم برو ببین چه جوری زدم لو لورده‌شون کردم من. پولو گرفتی؟ پولو هم بزنمشون هم پولو بگیرم. بذار پولو خرج دوا درمونشون کنم بدبختای بیچاره دیگه. بابا آقا جمال من میگم بیا یه تیم 2 نفره بشی منو تومه کن بنداز جلو پوله رو در بیاریم. آقا اکبر مثل که شما متوجه نیستی ها. من خودم مسئله منوچو حل میکنم. شما نمیخواد دخالت کنی. من نمیتونم پای خواهرش رو توی این ماجرا باز کنم. من خودم جواب منوچو میدم. آقا جواب منوچ با من. خانم شما همون کلاسای سفره‌آرایی و خیاطی و غافل نشو بسه. به شما میگم نمیتونم جواب منوچو بدم. تمام. خیلی خوب من میرم خونه شما بمون تو خیابون از بچه سوسولا و پیرزنا کتک بخور. آفرین عزت یا ببین جیگر. ببین جیگر میخوام برم بخورم. میای؟ نه من باید برم این سر خونه برمیگردم. تو برو کلاسای خیاطی یاد نره ثبت نام کنی. شما کلاسای دفاع شخصی یاد نره ثبت نام. فعلا که میبینی ببین. آره دیدم. کسی گنده گوزی کنه با جمال طرف. وای لیه شدم. کثافت ها. یه نفرم مگه چه خبر بزنی؟ ببین اوزگله بی پدر و مادر. ببین بذار ببینم از توش انتخاب کن. باش مهری ببخشید غلط کردم مهری. من نباید فرار میکردم. الان خوبی؟ خوبم؟ عالیم. گیر افتادم بازجوییم کردن رم دوربینم رو گرفتن کارت خبرنگاریم رو گرفتن بعدم 5 کیلومتر پیاده راه اومدم. برای چی موبایلتو خاموش کردی؟ من گفتم الان اونا مجبورت میکنن زنگ بزنی منو بکشونی اونجا جفتمون رو سربنیس میکنن اینجوری حداقل یه نفرمون زنده بمونه که بهتره. ولی ارزششو داشت. با عکس و اطلاعات دیشب یه مقاله خفن نوشتم. اگه بتونی کارش کنی از زمین بلند میشی. خانم گیرایی آقای جغتای خدا بد نده چی شدی؟ ببخشید شما دیشب جایی تشریف برده بودید برای عکاسی؟ عکاسی؟ ما دیشب با خانم قربانی رفته بودیم کافه هات چاکلت و برنامه و دوره همونی. آها ببخشید این کارت شما نیست؟ من عینک همرام نیست متاسفانه. آقای جغتایی این کارت خبرنگاری من دست شما چی کار میکنه؟ شوخی زشت. هر دوتون اخراجید. از اینجا تکون نخورین. تکون با این کارات شیرین نمیشی یا بیشتر از چشم میافتی. چی میگی تو؟ تا الان شکایت بود با کاری که دیشب کردی صبح بهم حمله کردن. جاشو نمیبینی؟ بابا مبارزه با فساد تاوان داره دیگه. بعدم مردی که یه زخم از یه مبارزه جانانه رو صورتش مونده جذبش بیشتره. مبارزه جانانه چیه؟ مبارزه جانانه چیه؟ چنان زفتی قابوندم با چشم که صدای نبیه‌مو شنیدم من. الان خشن جذاب بی‌اعتنا شدی. بابا چرا عشقتو پشت ظاهر طلبکارت پنهان میکنی؟ بذار کنار این غرورتو. عشقتو فریاد بزن. خانم خواهش میکنم این توهمتو بذار کنار. من به هیچ علاقه‌مند نیستم. بفرمایید. خیلی خوب حرف کاری گوش کن. من دیشب یه اطلاعاتی جمع کردم که میتونه این روزنامه و مجله زرد گند به خاک نشسته تو نجات بده. تو رو خدا چاپشون کن. بیرون!
یه زنگ به مادرم بزنم. یه دقیقه اجازه بده. باشه دیگه. باز اومد چسبیده با مثل کنه. هر جا بریم تو پیش منه. بیا اومد دیگه. بس دیگه نرو تو مخ من. اومد دیگه. همه جا این هستش. این میچرخه. همونه که گفتم باید سنم جور کنی. چیه بایستانی باش سر من نگاه میکنم؟ برو ببینم دارم خوزی صحبت میکنم. برو ببینم. بین قطب محلی واضح هست طعم لب‌های تو چندم میشود. پسندت شد؟ یاده حالا اول تو قد اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره، اصلا دلم نمیاد. خداحافظ. این کارت ناخوش بود. تلفن چرا قطع میکنی؟ اون 4 تا جوون عذاب وایساده. آره خودت بده. میارم کارت تو. آقا دم شما گرم. چیزی لازم بود بفرمایید. سلامت باش. آقا یه لحظه ببخشید. یه خانومی میاد اگه گفت غذا پیش من نشست بگو منو تموم شده. یه غذا ارزون براش بزن اینقدر سبزی. چشم. دمت گرم. دمت گرم. زنده باش. نوش جان. های. کانتری. بابا اوشگل بابا. الو بابا کجایی تو سیرامی؟ خری هستی چه داد میزنی دیوانه؟ گاهی نکن بابا. لاتیشو پر کردن اینجا خیلی سیر. کجایی جمال؟ رستورانم جات خالی داشت منوچ. نامردی اگه تو آزادی بدون من لقمه بزنی. به جون منوچ هر غذایی میخورم هر جا میرم یادتم. میگم جون منوچ. از گلوم پایین نمیره. جون جمال چیکار کردی؟ خواهرام پیدا کردی؟ رفتیم پیش طلبکار رضایت گرفتیم؟ ببین خیالتو راحت کن. خواهر همه پولاتو خورده. منم که دست و بالم تنگه. یه مقدر اون تو دوون بیار به من زمان بده. من حلش میکنم. راست منوچ من مدیونتم. یادم هم نمیره. جمال الو یعنی چه کار؟ الو جمال این چه تیپ و قیافه‌ایه؟ بده؟ ببین من همیشه اونجوری نیستم. خیلی وقتام اینجوریم. دقیقا نمیدونم منو چی به تو گفته یا خودش چی فکر میکنه، ولی اونی که فکر میکنه نیستم. چی هستی تو لام هستم؟ به من بگو هر روی یه قیافه‌ای. ببین یا حضرت عبا نکن بابا این کاری جلو مردم. این لباس در نیاری اونو. اینا همه دک و پوزه. قسط اولش هم ندادم. خب خواستم بگم که از صبح تا حالا نمیذاری من حرف بزنم. انقدر غیر و غمیج میای. ما این مدت تو خونه نشسته بودیم. او منوچ به من گفت تو سفره آرایی میری، گل آرایی میری، خیاطی میری، ختم انام پاتو نمیذاری بیرون. میرم در کنار اونا یه رفیق دارم، با هم میریم بعضی موقع پارتی آدم پول داره. پارتی مختلط؟ من نگاه پارتی زن و مرد میری؟ دختر پسری میریزیم وسط؟ هرچی کثافت هست تو همینا در میاد. میخوای بعد 2 روز آزادی به من پند و اندر زدی؟ نقشه‌مو بگم یا نه؟ بابا ولم کن بابا. نقشه بگم امروز بیچاره کردیم ما رو فهم کنه کیه؟ خود دانی حتی اگه بالا 500 گیرت بیاد. ها؟ بالا 500. ها؟ بالا 500. چرا نمیگی؟ از صبح میگی بگم نمیگی. بگو دیگه.
تازگی با یه یارو آشنا شدم، آمارشو در آوردم. میگن تو گاف صندوق خونش بالای 2-3 میلیارد پول نقده. خب باشه، به ما چه ربطی داره؟ یعنی میگی؟ یارو تنهاست. من میرم تو آمارشو میگیرم، در رو ریز باز میذارم، رطوبتی میخزی تو، کارو تمام میکنیم. من اگه اومدم تو یه چی؟ نه میگم یعنی اومدم تو در بسته بود چی؟ نه، در رو باز میذارم، شما میای تو کارو انجام میده. آخه غیرتم اجازه نمیده خواهر رفیقم بره تو خونه یارو، نمیشه بیرون باش قرار بذاری خونش نری؟ چرا؟ میخوای همین الان زنگ بزنم بگم بیاد اینجا گاف صندوقش هم با خودش بیاره راحت؟ اگه تو گاف صندوقش پول نبود چی؟ هست، آمارشو گرفتم. بزنم؟ مخفیگاه افشار. جسی چرا؟ مگه نمیخواستی دلارا رو بپیچونی؟ حالا داریم همه رو یه جا میدیم بهت. آقا خونه زادتم آقا به خدا سوی تمام شد آقا، تو رو خدا نگهش دار. ما واسه چیزای کمتر این سر آدما رو کردیم زیر آب. چی میگه داری؟ چرا اینقدر آرتیست بازی در میاری؟ یه گوله خالی کنی تو مخش خلاص. یه گوله خالی کن تو مخش. آقا من چرا؟ این مشفقی خودش دست به هفتیره، دم به دقیقه تو این باشگاه تیراندازی تق دیگه. بزن تو مخش، بزن. این کارا مناسب شماست. طبع من با همون می و معشوق جورتره. من همینجوری. همراه نمیخواد؟ همه چی رو همینجوری بزنیم به مسخره و شوخی و بابا این پلیس داره هی حلقش تنگتر میشه دورمون. دور و برمونم که پر خبرچین و آدم فروش و پول میخوای باید ریسکش هم قبول کنی. ببین اینو بفرما اینو میخواستی؟ بابا حرف نزن دیگه شب تو هم چیزی نگفتم که برو ببین چشه. آقا افشار، آقا قربونت برم چیزی نگفت که. چرا قاطی میکنی تو؟ نمیشه که هم پول بگیرید هم قور بزنید. چیزی نگفتیم که. ای بابا همه چی که پول نیست. چه فایده داره وقتی اینقدر آرامش نداری؟ آرامش نداری بفرما. کجا بفرما؟ نه آقا جون نه. یه چیزی گفت دیگه حالا افشار جون. برو بگو غلط کردم. برو بگو. نمیخواد بابا نمیخواد. برید دست و پای اینم باز کنید بره گم شه دیگه هم نبینمش. قربون اون قلب مهربونت برم من رو چشام. ببین جا بهش بگو شما وساطت کرد. چشم حتما. برو ببر اونو بالا. ببر بالا. بکش بالا. بالا. بله. سلام. شما؟ نشناختی؟ نه خیر به جا نیاوردم. شما؟ من دوست میشام مانلی. به به. مانلی جان. یه لحظه گوشی. من اینو جواب بدم. الو. خوبی؟ شما بهترین فکر کنم، همش تو مهمونی و خوشگذرونی و نه دیگه نیومدی. فکر کنم بهتون گفتن که حال من مشترک نبوده. حالا دیگه قسمت شد خصوصی ببینیم. آره خودم نظرم همینه. دوست می‌کنین آدرستون رو بدین چون من نمیدونم من کجا بیام. خب ببین من آدرس میفرستم برات. به همین شماره بفرستم؟ آره لطفاً زمانش هم یادتون نره. نه سیسی جون میریم مستقل کار میکنیم. اصلا من و تو نباید ناراحت باشیم، اون جغتایی باید ناراحت باشه. اون ما رو از دست داده، ما که اون رو از دست ندادیم. صدا چی بود؟ ها؟ نه هیچی، در بالکن باز گذاشتن. ببینم تو همچنان نمیخوای بری یه مدت پیش مامان بزرگ من؟ پانسیون اذیت نمیشی؟ نه بابا اذیتش اینجا قدر راحتم، مثلا اینا خونه خود آدم میمونه. الان مسواکمو زدم اومدم تو تخت یکم موزیک گذاشتم. من راحتم اینجا. من همیشه به مستقل بودن تو حسادت میکنم. شاید منم بیام پیشت یه اتاق بگیرم. آره بابا جات خالیه خیلی. خب دیگه میبینمت فردا دیگه. قصه نخوری ها. خدافظ. فعلا.
سلام علیکم. صبح بخیر. توفه شما بخیر. برات نون خریدم. دست شما درد نکنه. من دارم میرم بیرون. خیلی ممنون. میگم چرا دیشب جواب SMS منو ندادی؟ جعفر آقا شما بزرگی کردی، محبت کردی، لطف کردی، مرحمت کردی، اینجا رو دادی به ما اون تو. ولی دیگه نصف شب نباید بیای بزنی ننت اوکیه؟ این درسته؟ چی؟ SMSش هست. برای من زدی ننت اوکیه؟ ما رو شما یه حساب دیگه میکردی مرد حسابی. این بابا بهت SMS دادم که نتت اوکیه یا نه. میخواستم عدد کنم به این خیرین گروه خیرین این محل. داریم جهیزیه جور میکنیم. گفتیم شاید تا بیای اینتر بزن اولش. اینترنت داخل میزنی نتت اوکیه انگار نت اوکیه. من دارم میرم الان یه کار مهم انجام بدم جعفر آقا. به حول و قوه الهی توکل تو علی الله انجام بشه 100% پول رو میارم میدم به خیریه من. خدا خیرت. 100% میگم دروغگو نشم در محضر خدا 80% شما. خدا خیرت. 60 قطعا. سلامت باش. 50 رو خدا بیامرز پدرتو. از اون پدر خدا بیامرز یه همچین بچه‌ای باید پا بگیره. بس 60 تا حتما من برات دعا میکنم. دعا کن برام. من برات دعا میکنم. شما بشم. قربونت برم. بخور بیشتر 30% قطعی دادم. زنده باشی ان شاءالله. نوکر شما. ببین بله من 1000 تا صلوات برات نظم میکنم. دلاور روزنامه میخونین. الان من دارم سکته میکنم شما واسه روزنامه میخونین. این تو راستای کاره. شما واسه روزنامه میخونین تو این شهر. من یا دنبال یه 200 شال بلوی قرمز میگردم که بخری؟ آره دیگه. خب شما پول داری چرا منوچ آزاد نمی‌کنی ما رو انداختی توی این عجله بریم زورگیری کنیم؟ این آقا رو که خف کردیم قرض منوچو که پس دادیم ان شاء الله شما سهمتو برمی‌داری سهممو برمی‌دارم یه 200 شال بلوی قرمز می‌خرم. یعنی شوخی داری با من می‌کنی؟ خانم یارو دست می‌کنه تو جیبش پول خودشو در بیاره شک می‌کنه جیبش پاره باشه بعد شما می‌خوای بری زورگیری الان رو پولش حساب کردی 206 خریدی؟ نه من ناز کردم دلم روشنه میشه. ایناتون رو دوست دارم چقدر اعتقادات مشابه همه. نه قرارمون اسلحه نبود؟ نه پس من بدون اسلحه برم زورگیری. یعنی چی برای چی آوردی بابا نترسی اصلا الکی اسباب بازیه ولی نصف شما بترسه ببین کافیه دیگه بردیم. واقعا میگی؟ بله. ببینم بابا نکشیمون نکشیمون اسکل الکی بهت گفتم الان میکشم تا نه آدم بچه پر رو دیگه پررویی نکنی اسباب بازیه. اینجا میخوایم بریم خفگیری؟ من فقط اینجا وایسم روزنامه میخونم اون بره. خیلی خوب بابا شیرده. خونه اینجاست. اینه؟ خب من در رو باز میکنم اگه اوضاع مساعد بود رطوبتی میای تو باشه؟ من یکم استرس گرفتم نه که خیالی باشه ولی یکم یه لحظه واسه یه بار دیگه با هم مرور کنیم. بابا 6 بار از صبح تا الان نکردم چیو عملیات بیای اینجا عملیات کمی نیست. بابا داریم میریم تو دهن گرگ. یه بار با هم از اول مرور میکنیم. شما میرین تو در رو باز میذارین درسته؟ تا اینجاش که مشکلی نداری. اگه شرایط مساعد بود میگی جمال بیا چرایط مساعد نبود جون نگی من بیام. ارتباط تلفنیمونم تو آخر عملیات با هم قطع نمیشه درسته؟ یه بار بزنی امتحان کنیم و جمال مژگان بگوشم یه چیزی نمیگی؟ خب من که بگم تو میفهمه. میخواستم امتحانت کنم شما هیچی نباید بگی درست شد بیا اینجا چرا تو دسترس نیست؟ آقا گذاشتم رو حالت هواپیما تو ماموریت کسی مصاحب نشه. من کی باز تماس بگیرم و ارتباطم با کی برقرار باشه تا آخر عملیات با عمم؟ خوزگل خانه مشفقی بابا بفرمایید تو وایسا بابا ببین کسی از کسی نیستم چی سرتون انداخی پایین داری میری تنهایی دیگه. منظورم اینه که نگهبانی باغبونی دوربین مدار بسته ای سگی چیزی میدونی من خیلی معذب میشم بعد اذیت میشم دیگه. نه نگران نباش بابا تو دیگه چقدر معطل میکن به من دستور نده. دستور چیه؟ به ملکه ها کسی دستور نمیده. من خواهش کردم بفرمایید بس که شما جنتلمنی. جنتلمن انه بابا
برو دیگه که خواهر برادر زر میزنین. وای اینو میمیره. خودت کمک کن. چرا نیومدی مهمونی؟ بابا اون دفعه هم اشتباه کردم. مثلا اهل این مهمونی ها نیستم. فکر کن یه مش آدم فیک متظاهر دروغگو. اگه تو نبودی یه دقیقه اونجا رو تحمل نمی‌کردم. عزیزم مانلی جان اینا رو جدی میگی؟ دروغ خط قرمز منه پدرام جان. مگه بهت نگفته بودم؟ نامزدمو به خاطر یه دروغ خیلی کوچولو تو میدون اصلی پاریس ول کردم اومدم تهران. چه خوب که خط قرمز هر جفتمون دروغه. مانلی اتفاقا باور کن منم از دروغ بیزارم، یعنی متنفرم. اسم تو گفتی مانلی به عجب وسه. پدرام جان میشه در رو چک کنی؟ من فکر میکنم باز گذاشته باشم. این روزام دوز زیاد شده. نه چی بابا من غلط کردم. عملیاتو برای چی خراب میکنی؟ نقشه رو هم میزنی. یه چیزی گفتم. شوخی کردم بابا. من اتفاقا چک کردم که تقم صدای بسته شدنش بیاد. عجب. میگم من نبودم شیطونی که نکردی تو مهمونی. کسی که تو رو یه نگاه دیده باشه نمیتونه به کسی دیگه نگاه کنه. صافت زر میزنه خانم بازه. چقدر خوبه شبیه این آدمایی نیستین که خاک بر سرن. یعنی بلد نیستن با خانوما حرف بزنن. یعنی چفتن را که میرن تو خیابون کتک میخورن از همه. زر میزنه گولشو نخوری یا چرت و پرت داره میگه ازگل حوله. خب بگو ببینم کوکتل چی دوست داری برات درست کنم؟ من که خودم عاشق کوکتل پنیری ام. خب ولی صبونه توپ زدم صرف کردم میل. وای عالی بود. کوکتل پنیری؟ قبلا دیدم نمک رو نکرده بودی. من بعد یخم آب شه میدونین. انقدر تو اروپا زندگی کردم شبیه اونو سرد مزاج شدم. اصلا اخلاقم عوض شد. عزیزم خب پس من الان میرم 2 نوشیدنی میارم که یخت کاملا باشه دیگه راحت باشی. آره خدایا خودت کنارم باش. من دارم میام تو با اسلحه. بیا دیگه الان میرسه. بفرمایید. بیک کارو بزنین زنین دستاتون رو ببرین بالا. یه دو اسلحه واقعی ها؟ اون تفنگ واقعی لوله رو بگیر اون ما رو میکشی. هر طرفی لوله‌شو بخوام ببرم میبرم. با این چی کار داری؟ تو اصلا کی هستی؟ چجوری اومدی تو؟ من گفتم دروازه‌ای از در باز اومده تو. بهت گفتم از چی پول داری بیا بالا. من اینجا پولی ندارم. زر نزن. گاف صندوق داری؟ تو اتاق خواب. هر قبرستونی که از تو رو سراغمون. کلیدش اینجا تو کشوی میزه. کلیدشو بردار دیگه. خیلی خوب باشه. من باید بگم. من دیوونم میدون. دیوونم ها. دست تلفن بزنی دست خودت تلفن رو با هم شتکی کنم. تو نمیدونی من کدوم بند اومدم بیرون. ارشتار محسن چرا گوشیت جواب نمیدی؟ ماجرای اختلاس صندوق لو رفته. دارم میان سراغ تو. یه ثانیه خونه نمون. فرودگاه راهنم نرو. فعلا با ماشین برو سمت بانه تا یه راهی پیدا کنیم ردت کنیم. محسن؟ اسم واقعی محسنه؟ مردی که کثافت؟ چه غلطی داری میکنی ها؟ برای چی با احساسات پاک من بازی کردی؟ مفسد اقتصادی. مانلی جان اجازه بده من توضیح میدم به سرت محسنی اینقدر زهر میزنی؟ پلیسا برسن همه رو با هم میبرن ها. خب ازگل من اسم محسن بود اولین دختری که میدیدم میگرفتمش درود بشه. بعدم بچه میترسونی. ببین
من خودم ختم این حرفام. فهمیدی؟ فکر نمی‌کردی شادو زد بزنه بچه دوست. درسته؟ گفتم کلید آف صندوقو برده بودو. ازگل داشتیم تازه با هم حرف می‌زدیم. قلابیه که خیلی بهت رحم کردم، مثل سگ نکشتم تا. خدایی مردی. حواست بهش باشه. مراقب هم باش. خونه ها. وای کار کنم. چی کار میتونی بکنی؟ تیر رو بکش بیرون میتونی. پس باشه برو اینجا وقت منم نگی. هی اینو نشون میدی. این شد تهش. باش. اگه یه کلمه حرف بزنی بلایی که سر این آوردم سر تو میارم ها. یه بدی دارم من خیلی سیریشم. ببین کچم بکردی همینجا دستم همینجا رفتی به من میگن جمال سیریج. مرد با شب و نگیر. مرد با شب و بیادی. این شو یه پهلوون دست زخمی رو نمیگیره. مرد با شب سلام جناب سمک، خسته نباشید. بابا یه مجبور داریم بیسیم زدیم آمبولانس بیاد ببرتش بیمارستان. بفهمید داخل صحنه جا رو من نشونتون بدم بابا.
مرا